ببخشید من ابتدایات رو گفتم تا بیا شروع. خیلی مخلصیم، دم شما گرم. خب بچه‌ها سلام، شبتون بخیر. ان شاءالله که هفته خوبی رو شروع کرده باشید. جلسه ضبط میشه دیگه؟ بله همین الان ضبطش رو زدم. بله ان شاءالله که هفته خوبی رو شروع کرده باشید. فکر نمی‌کنم دوشنبه امروز حالا نوسان زیادی داشته باشیم، ولی خب خدا رو شکر روز خیلی خوبی بود، حداقل برای من، برعکس دو هفته قبلش. توی این جلسه حالا خیلی پیام برام اومد که آقا این تریدایی که انجام میشه، اصلا وقتی چارت باز میشه ما چیکار کنیم، دنبال چی بگردیم، از کجا شروع کنیم و همین داستانا. دقیقاً اون پروسه‌ای که خودم انجام میدم هر روز، یعنی اون روندی که خودم هر روز دارم و تکرارش میکنم و اونو میخوایم یه بار دیگه با هم مرور بکنیم، یه توضیح راجبش بدم تا ان شاءالله این مسائل کوچیکی که این وسط وجود داره خب برطرف بشه و بتونیم تریدای موفق تری رو داشته باشیم. قبل از اینکه بریم مثلا سراغ چارت و ستاپ و این داستانا که اصلا تایم فریم رو چجوری شروع میکنیم، از کجا شروع میکنیم و این داستانا، یه سری مواردی وجود داره که از خود این آیتم چارت و ستاپ و اینا خیلی مهمتره. اینو بارها گفتم، یعنی شاید بار صدومه که دارم میگم آقا بحث تکنیکال، این که شما یه ستاپ رو بلد باشی یا نمیدونم جای درستی رو بتونی در بیاری و همه این اتفاقات، جدا از همه اینا یه موضوع خیلی مهمتری وجود داره تحت عنوان شرایط روانی شما و اون شرایط ذهنی که شما داری زمان معامله کردنت، چه بر اساس اتفاقاتی که در گذشته برات افتاده، چه اتفاقاتی که الان درگیرشی. ببینید ما یه موقع هست، حالا بر اساس اینکه چند سال تو مارکت داریم کار میکنیم، چه مدت زمانی داریم کار میکنیم و چه اتفاقاتی قبلش افتاده، یعنی اون اتفاقات قبلی داره تأثیر مستقیم میذاره روی فرایندی که ما الان تو تریدمون داره برامون اتفاق میفته. به عنوان مثال، من اگر مثلا 2 هفته قبل یه پولی در اختیارم بوده که جزء حالا نیازهای زندگی من بوده، رفتم مثلا یه حسابی رو باش خریدم یا یه حسابی رو اصطلاحاً شارژ کردم، بالا به هر دلیلی زدم نابودش کردم دیگه، خرابش کردم، اون حسابو از دست دادم و همین اتفاقا این باعث میشه که رو فرایند الانی که دارم رو حسابی که جدید گرفتم و دارم کار میکنم تاثیر مستقیم بذاره. یا مثلا یه حسابی رو گرفتم به خاطر اون رعایت نکردن یه سری قواعد بردمش توی دراودان زیادی، یه ضرر زیادی رو بهش وارد کردم و الان چون یه حس عقب موندگی بهم دست داده و میخوام خیلی سریع جبرانش بکنم و برسونمش به شرایط حداقل یر به یر که بتونم بعد وارد سودش بکنم، این باعث میشه من تصمیمات اشتباهی رو بگیرم. اولین موضوعی که وجود داره بچه‌ها، شرایط ذهنیتون باید آماده باشه زمانی که میخواین ترید بکنین. این شرایط ذهنی شامل چه چیزهایی میشه؟ اینو تو یه وبینار ما خیلی مفصل راجعش صحبت کردیم، یه بار دیگه هم حالا تکرارشون میکنم. اولین قاعده‌ای که وجود داره آقا اینه که شما باید از نظر بدنی اولا آمادگی داشته باشی، یعنی خواب مناسب داشته باشی، حالت خواب آلودگی نه خسته و له و لورده پای چارت بشینی، خب طبیعتا نتیجه مناسبی هم نمیتونی بگیری و حس و حالت هم باید خوب باشه. یعنی اگر یک روز میبینی آقا چه میدونم با خانواده بحثت شده، یه دعوا درگیری داشتی، یه مسئله‌ای برات وجود داشته، بالاخره تو زندگی هممون پیش میاد، با خانومت، با شوهرت، با هر کسی بالاخره بحثی داشتی، اتفاقی افتاده که از نظر روحی شرایط مناسبی نداری، اون روز شما اجازه نداری پای چارت بشینی و اقدام به معامله بکنی، چون طبیعتا تصمیماتی که داری میگیری بر اساس یه شرایطیه که یه شرایط ذهنی و روحی داری که مناسب نیست. ممکنه تو عصبانیت باشه، تو ناراحتی باشه، اولا که تمرکز درستی نداری و این عدم تمرکز باعث میشه که تصمیمات اشتباهی گرفته بشه. پس اینو خیلی حواستون باشه که زمانی که میخواین پای چارت بشینی حتما از نظر روحی توی اون روز حالتون، حالا نمیگم خیلی دیگه خوشحالم باشین، ولی حداقل معمولی باشه، تشنج خاصی نداشته باشین. اگر هم داشتین که ماشاءالله تو ایران ما از این تشنج کم نداریم، حداقل اون روز کاری انجام ندین، چون ممکنه که اتفاقات بدی بیفته. موضوع خیلی مهمی که وجود داره بحث بچه‌ها نمادهای معاملاتیه. یعنی این موضوع رو من خیلی زیاد میبینم که بچه‌ها مثلا یه 50 تا نماد رو میذارن تو واچ لیستشون و میخوان تو همه اونا ستاپ معاملاتی پیدا بکنن و میخوان همشون رو ترید بکنن. این یکی از اشتباه ترین کارهاییه که میشه انجام داد. یعنی نمادهای معاملاتی شما باید محدود باشه، تعدادش باید کم باشه، به خاطر اینکه شما بتونید تمرکز روی اون نماد داشته باشی. مثلا خود آقای حاتمی رو من همیشه دیدم که مثلا طلا ترید میکنه، دیگه قلق طلا دستشه، یعنی شکل چارتش، اون نوع حرکتش، یه خلق و خوی طلا دستش اومده و میدونه چجوری باید باش رفتار بکنه. مثلا علیرضا رو میبینم همیشه یورو ترید میکنه و واقعا قلق یورو دستشه، میدونه چجوری باید با یورو ترید بکنه، چه تایمی اصلا یورو رو بررسی کنه بهتره. پس اینکه 20 تا نماد بذاریم تو واچ لیستمون و بخوایم هر روز از همشون
فرصت معاملاتی گیر بیاریم کاملا کار اشتباهیه. نمادهای معاملاتیتون رو باید محدود بکنید بر اساس سلیقه خودتون. مثلا من نماد مورد علاقه خودم نزدک، من نزدک رو خیلی دوست دارم. قبلا توی شرایطی طلا هم ترید میکردم، اما حالا جدیداً بیشتر تمرکزم روی نزدک. دیدین اکثر معاملاتی هم که من دارم از خودم میفرستم توی گروه غالبا داره روی نماد نزدک اتفاق میفته. خب خیلی دامنه حرکتی خوبی داره، توی تایم فریم، توی تایم مشخصی در روز نوسان بالایی پیدا میکنه، جذابه برام. به هر حال این نمادهای معاملاتیتون رو سعی کنید محدود بکنید اگر اینجور نیست. نهایتا 2-3 تا دونه نماد داشته باشید و سعی کنید یکیش رو خیلی مفصل بهش بپردازید و اون نمادی که انتخاب میکنید رو بچه‌ها برید توی بازه‌ای در گذشته شروع کنید ازش یک سری بک تست ها بگیرید، ببینید توی چه سشنی، توی چه تایمی این نماد حرکت بهتری داره، اتفاقات بهتری داره براش میفته، نوسان بهتری ایجاد میکنه، ستاپ‌های معاملاتی بهتری رو داره میده و این نمادها محدود باشه خیلی کارتون رو راحت تر میکنه. موضوع بعدی بچه‌ها که به شدت مهمه و اهمیت داره اون اصطلاحاً تایم یا اون زمانیه که شما پای چارت میشینید. میتونم بگم یکی از مهمترین پارامترها این زمان است، اینکه شما چه تایمی میای میشینی پای چارت برای پوزیشن گرفتن. اشتباهی که ما در زمان میتونم بگم ابتدای تریدمون، یه ابتدای ترید که من دارم میگم منظورم از نظر قدمت شما نیستا. شما ممکنه 7 سال تو مارکت باشی ولی هنوز داری شبیه سال اولت رفتار میکنی، هنوز داری شبیه اون 6 ماه اولت رفتار میکنی. 6 ماه اول آدما چه شکلی هن؟ اینجوری هن که به محض اینکه چشمشون باز میشه، صبح از خواب بیدار میشن، گوشی باز میشه، تریدینگ ویو یا فراز باز میشه یا متا تریدر باز میشه، ببینیم چه جوریه میتونیم پوزیشن بگیریم یا نه. موقع ناهار، موقع صبحونه، موقع شام، پای سفره، تو دستشویی، تو حموم، تو هر شرایطی که هستیم داریم چارت رو نگاه میکنیم. این هیچ زمانی، هیچ دیسیپلین مشخصی ما نداریم، هیچ زمان مشخصی برای کارمون نداریم. کسی که میگه ترید شغلیه که محدودیت زمانی داره دریوری کامل میگه. اصلا اینجوری نیست. اتفاقا محدودیت زمانی داره، محدودیت مکانی داره. این که نمیدونم من تو مسافرتم ببین پشت فرمون انقدر پول درآوردم، این دریوریایی که تو اینستاگرام میذارن رو خیلی بهشون توجه نکنید. شما باید برای کارتون ارزش قائل بشید، مثل هر بیزینس دیگه‌ای. شما وقتی داری یه بیزینسی رو انجام میدی که پتانسیل درآمد چند صد هزار دلاری داره، طبیعتا این باید در مکان درست، در زمان درست اتفاق بیفته. اینکه هر موقع من عشقم کشید بشینم چارت رو نگاه کنم شاید از توش یه پوزیشنی حالا در اومد یا در نیومد، این در نهایت باعث میشه که شما حسابتو از دست بدی و هیچ نتیجه مثبتی هم برات ایجاد نمیکنه. پس تایم کاری مناسب بسته به اون نمادی که داری انتخاب میکنی. مثلا کسی اگر داره استاک کار میکنه، داره نزدک و داو جونز کار میکنه، آقا تا قبل از حداقل شروع نیویورک، یعنی تا قبل از شروع نیویورک ولش کن. اصلا اگرم پای چارت میشینی داری تقریبا وقتتو تلف میکنی. خیلی کم پیش میاد که نزدک یا مثلا داو جونز توی مثلا سشن آسیا یا سشن لندن بتونه حرکت جذابی رو به تو بده. نمیگم هیچ موقع نمیده، چرا میده، ولی کمتری اتفاق میفته. غالب حرکت‌های نزدک و داو جونز و حالا نمادهای استاک S&P 500 اینا داره توی تایم استاک اتفاق میفته. از نیویورک که شروع میشه، حالا یک کیلزون داریم، بعدش هم از رأس ساعت 5 که بورس امریکا باز میشه، تازه از اون ساعت یه سری حرکت اصلی توی این مارکت ها اتفاق میفته. طلا باز همینطور، بیشترین دامنه حرکتیش بیشتر توی بازه نیویورک به بعده. حالا اگر یورو پوند ترید میکنی توی سشن لندن میتونی برنامه‌ریزی بکنی. اگر مثلا USD/JPY کار میکنی یا ین ژاپن رو کار میکنی، خب اون یه مقدار متفاوت میشه، یعنی اون رو توی سشن آسیا میتونی براش برنامه‌ریزی بکنی. بسته به اون نمادی که داری کار میکنی باید زمان و اون تایم کاری خودت رو انتخاب بکنی و تایم کاریت هم باید محدود باشه. بچه‌ها ببینید ذهن ما یه کششی داره. کاری که ما داریم انجام میدیم کار به شدت سخت و پر استهلاکی، یعنی ترید یکی از میتونم بگم سخت ترین کاراست. خستگی فیزیکی ممکنه برات ایجاد نکنه اما خستگی فکری بسیار زیادی داره و شما بیشتر از 3-4 ساعت وقتی پای چارت میشینی دیگه بعد از اون تقریبا الکی داری به کندل نگاه میکنی. یعنی دیگه نه مغزت کشش داره نه داده ای رو میتونی تحلیل بکنی، فقط همینجوری داری کندلا رو نگاه میکنی، بهش نتیجه خاصی هم نمیرسی. و اگر تو اون بازه 3-4 ساعته کارت تونستی معامله ای رو بگیری که فبحل مراد، اگر نتونستی دیگه بعدش آقا خاموش کن، برو دنبال زندگی تا روز بعد. چون اگر بیشتر پای چارت بشینی بجز اینکه خودتو خسته میکنی و برای فرداش هم دیگه انرژی نداری و ممکنه فرداش هم با همین رویه خراب بکنی، هیچ نتیجه دیگه به دست نمیاد. پس این تایم خیلی مهمه. یه پرانتز هم این وسط باز کنم بچه‌ها. ببین
توی بحث حرفه‌ای که بخوایم صحبت بکنیم که قطعا من حرفه‌ای نیستم، دارم راجع به آدمای حرفه‌ای صحبت میکنم، یه سری هستن فست اسکلپ کار میکنن و توانایی اینو دارم. این بچه آدم خیلی قاطعانه اینو میگم، توان این رو از نظر ذهنی اون آدم داره که بتونه خودش رو مدیریت بکنه و این آدم میتونه حتی یک رو قبل از بسته شدن مارکت هم یک سری پوزیشن های فست اسکلپی رو با آربارهای محدود، ریوارد های محدود، تارگت هایی که خودش میدونه بر چه اساس داره میگیره، طبق اونا ترید بکنه و یک پوزیشن هایی رو بگیره. اما این اتفاق طبیعتاً کار به شدت سختیه، کار به شدت پر استهلاکی از نظر ذهنی و روانی، خیلی رو آدم فشار ایجاد میکنه و این کارو پیشنهاد نمیکنم. اما این کار یه سری ها انجام میدن، اما نیازی به این کار ما نداریم مگر افرادی که کارمند هستن، زمان خیلی محدودی رو در طول روز دارن که اون آدمام اگر میخوان این مدلی ترید بکنن باید بدونن که وقتی یه جایی ورود میکنن توی این شکل ترید و تو اون ساعتها دیگه نباید دنبال آربارهای عجیب و غریب بگردن، دنبال ریواردهای عجیب بگردن، باید با یه ریوارد محدود از معامله خارج بشن که حالا تو بحث مدیریت سرمایه راجبش صحبت میکنم. اما با تصور اینکه همه این اتفاقات درسته، من شرط ذهنیم آماده است، تو تایم مشخصی، تایم درستی اومدم پای چارت نشستم و حالا میخوام شروع کنم با چارت درگیر بشم که حالا من با چارت چی کار میکنم. ببینید بچه‌ها، اولین کاری که من انجام میدم از هفته شروع میکنم، یعنی هفته معاملاتی که میخواد شروع بشه، اولین کاری که خودم میکنم اینه که از تایم فریم بالا، یعنی از بیگ چارت ماجرا، از حالا تایم فریم ویکلی و بعدش تایم فریم دیلی، اول دیدگاه هفتگی خودم رو بچه‌ها مشخص میکنم. نگاه کنید، این که من بدونم تو اون هفته‌ای که قراره ترید بکنم، اول تشخیص بدم که آقا اصلا قراره ما صعودی حرکت بکنیم یا نزولی حرکت بکنیم، خیلی تأثیر زیادی میذاره تو روند تریدهای روزانه من، چون باعث میشه من در جهت روند اصلی ترید بکنم. شما اگر خلاف جهت ترید بکنی، یعنی خلاف روند اصلی ترید بکنی، به شدت کار سختی پیش روته و خیلی اذیتت میکنه، چون اصولا داری حرکتایی که با فشردگی اتفاق میفته رو سعی میکنی خلاف جهت ورود کنی و خیلی اذیتت میکنه و اون حرکتای اصلی مارکت رو داری از دست میدی و این قابلیت سویچ کردن ذهنی هم تو تایم فریم پایین خیلی سخت میشه. ولی وقتی که من از تایم بالا میدونم جهت کلی به عنوان مثال نزولیه، دیگه میدونم که آقا بیشتر باید دنبال موقعیت‌های سل بگردم و وین ریت من، شانس موفقیت من در گرفتن موقعیت‌های سل بالاتر از موقعیت بای هستش. به عنوان مثال، حالا نمادی که خودم بیشتر کار میکنم رو مثال میزنم، اون نزدک رو مثال میزنم. من پاک کنم هرچی که روی چارتم هست. اولین کاری که من میکنم زمانی که میخوام روزم رو شروع بکنم، اولین کار بچه‌ها، حالا یه اصطلاحی ما توی سیستم آی سی تی هست که من این خیلی به دردم میخوره، خودم استفاده میکنم ازش، بحثی اصطلاحاً تحت عنوان اون بایوس روزانه یا استراکچر روزانه قیمت و جهت حرکت قیمت تو اون روز ممکنه به چه سمتی باشه که بر اساس کندل های روزانه این میتونه اون دیدگاه برای من به وجود بیاد. حالا اگر این بحث بایوس روزانه رو آشنایی ندارین، میتونید تو خود یوتیوب خیلی ساده سرچ بزنین بحث بایوس روزانه بر اساس سیستم آی سی تی که ویدیوهایی از خود آقای مایکل هست، میتونین ببینین، مفصل توضیح داده و خیلی کمک میکنه و دیدگاه بهتون میده. ولی بر اساس همون دیدگاهایی هم که خودم دارم، یعنی بر اساس همون سیستم آر تی ام یا ال اف تی، زمانی که من توی تایم فریم روزانه میام، اولین چیزی که نظر منو جلب میکنه اینه که آقا ببینم بر اساس شکل و شمایلی که قیمت در تایم فریم بالای من داره، گام حرکتی قیمتی، اون جهت حرکت قیمت بیشتر میتونه به سمت صعود باشه یا به سمت نزول. به عنوان مثال این هفته، حالا از هفته پیشش که تقریبا میانه هفته به بعد خیلی خوب شروع شد برای ما، یه محدوده‌ای رو توی این حوالی قبلش ما معرفی کردیم که اینر این ناحیه بود دیگه بچه‌ها، اگر خاطرتون باشه ناحیه‌اش هم توی کانال فرستادم. اینر این ناحیه بود که گفتیم اگر نزدک اتفاقی هم بخواد برای ریزش بیفته، از یه همچین ناحیه‌ای هستش که دقیقاً قیمت اومد به این ناحیه برخورد کرد که البته تو تایم پایینی ناحیه اینگولف شد. حالا من دارم حدودی رسمش میکنم. اینگولف شد، شروع کرد ریتریس دادن. زمانی که این ریتریس به سمت پایین اتفاق میفته، پس من میدونم که اینجا اینگولفی اتفاق افتاده، قیمت داره میاد پایین که یک فیک اوتی رو بر من انجام بده، یعنی برخوردی انجام بده و دوباره به سمت بالا بچرخه برای دادن این تارگت اینگولفی که من اینجا دارم. پس میدونم فعلا در تایم بالا حرکت من علل حساب نزولی هستش تا زمانی که من به یک لول اصطلاحاً مناسبی در این پایین برسم برای شروع شدن یک حرکت بای. اینا همش فرضیه هم هست دیگه، 100% که ما چیزی رو نمیدونیم. پس میدونم که فعلا در تایم بالا قراره که قیمت نزولی حرکت بکنه. خب میام تایم پایینتر،
اولین کاری که انجام میدم میام توی این لگی که قیمت اینجا تشکیل داده دنبال لولی میگردم که اون فیک اوت بخواد اتفاق بیفته، یعنی ببینم اون حرکت بای قرار از کجا شروع بشه و این تارگت حرکت نزولی من تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه. خب بر اساس اون شناختی که ما از پیوت ها داریم، بر اساس شناختی که توی همون سیستم LFT داریم، من اینجا یک فلگ لیمیت رو دارم تشخیص میدم، که اینجا اینکه این حرکت میدونیم برگشت به LS بوده، قیمت رفته بالا، یک FTR اینجا برای من ساخته شده، این FTR من هستش و احتمالاً پشت این FTR یک RSی داخل این وجود داره برای من که احتمالاً اون حرکت بای بخواد از این RS شروع بشه. پس زمانی که من اینجای مارکت هستم میدونم که به تارگت من رسیدن به این FTR هستش، پس میدونم تا اینجا حرکت من نزولیه. پس من ترجیحم اینه که دنبال تشکیل موقعیت هایی باشم برای ورود به حرکت سل، نه حرکت بای. چرا حرکت سل برای من وین بالاتری داره؟ چون اگر به خود این کندل ها هم دقت کنید متوجه میشید که روند قالب مارکت روند سله. ببینید حرکت‌های صعودی خیلی داره با فشردگی و دردسر اتفاق میفته، ولی کندل‌های نزولی که داره اتفاق میفته حرکت‌های شارپ و یک دست و خیلی بی دردسری داره اتفاق میفته. پس ترجیح هم اینه که معاملات سل رو ورود بکنم. آیا میتونم معاملات بای رو هم بگیرم؟ بله میتونی، اما باید بدونی که خلاف روند داری حرکت میکنی و خلاف روند داری اصطلاحاً ورودی رو انجام میدی. خب بر اساس جزئیات بیشتر حالا میام برای خودم تعیین تکلیف میکنم. یعنی من میبینم قیمت رسیده به این ناحیه، اینجا جایی که دیگه هفته پیش تقریبا همه اتفاقات نزدیک رو صحبت کردیم دیگه. یک اینر اینجا برای ما داخل این پاز وجود داشته. ببینید بچه‌ها داخل این پاز برای من یک اینری وجود داشته که این ناحیه باشه. اینجا رو قیمت اومده اصطلاحاً اینگولفش کرده. وقتی این اینگولف اتفاق میفته پس دیدگاه من این میشه که قیمت یک ریتریسی رو به سمت بالا انجام میده برای رد کردن این ناحیه. خب این حرکت از اینجا شروع میشه، قیمت میاد بالا، این واکنش رو نشون میده، برمیگرده. من اینجا منتظر تشکیل چه ساختاری هستم؟ منتظر تشکیل ساختار کنکنم، یعنی انتظار دارم قیمت یه اینگولف PA سیکرت فیک اوت برای من انجام بده و بیاد این لو رو برای من بزنه. خب زمانی که این دیدگاه رو دارم میام تو لگ پشت قیمت دنبال جایی میگردم که این فیک اوت بخواد اتفاق بیفته. خب لول فیک اوت رو بر اساس افتیاری که اینجا داریم، بچه‌ها دیگه راجع به این که این لول چجوری به دست میاد دیگه تو این جلسه طبیعتا نمیخوایم صحبت کنیم دیگه. حالا میخوایم اتفاقاتی که میفته رو صحبت بکنیم. این اینگولف اینجا اتفاق افتاده، لول فیک اوت هم این بالاست. تو این مسیر من اجازه دارم پوزیشن های بای رو وارد بشم. بر چه اساس پوزیشن های بای رو وارد میشم؟ بر اساس همون قاعده‌ای که راجع به سیکرت سیگنال ها صحبت کردیم. گفتیم تا زمانی که قیمت به اون جای درست خودش برای فیک اوت نرسه، هر سیکرت سیگنالی که در مسیر به من میده من اجازه دارم فلگ پشت سیکرت رو ورود بکنم برای رسیدن به اون جای درست. یعنی اینجا سیکرت سیگنال برای من ساخته شده، این سیکرت برای من یک فلگ پشت سیکرت داره که من میتونم این فلگ پشت سیکرت رو بای بکنم به تارگت رسیدن به این بالا، و زمانی که به این لول جای درستم رسیدم دیگه اجازه ترید بای ندارم، باید منتظر باشم تا موقعیت سل برای من تشکیل بشه. پس خوب دقت بکنید بچه‌ها، بر اساس تایم بالا شما دارین تصمیم گیری میکنین که تو تایم پایین چی ترید بکنین. اینو طبق همون ویدیویی که تو کانال گذاشتم، مثلا یکی از بچه‌ها اومده بود رو طلا یه عکسی رو برای من فرستاده بود، توی این لول ها بود، دقیقاً اینجا بود، رفته بود همینجوری چارت رو باز کرده بود، تو تایم 1 دقیقه اینجا یه بیسی تشخیص داده بود، گفته بود خب این یه بیسه، اینجا هم خروج از بیس دیگه، پس من بیام اینجا یه اوردر بلاک اینجا در بیارم، اینجا سل کنم. خب چه اتفاقی میفته و چه بلایی سرت میاد اگه حواست به تایم بالای ماجرا نباشه؟ اتفاقی که میفته اینه که خیلی راحت این ناحیه ایگنور میشه و تو بعد برات سوال پیش میاد که خب چرا این ناحیه من جواب نداد. دلیلش کاملا مشخصه، چون اصلا شما حواست به تایم بالا نبوده و حواست به این FG نبوده، حواست به هاند شدن این FTR نبوده و اینجا جایی بوده که دقیقاً قیمت قرار بوده بچرخه و اینجا شما باید بیشتر دنبال معاملات بای میگشی تا معاملات سل. این باعث میشه که روند رو اشتباه متوجه بشی و بخوای وارد پوزیشن اشتباهی بشی. چرا؟ چون صرفاً قبلش قیمت داشته میریخته و ذهن ما این دستور رو به ما میده که وقتی کندل های نزولی داره اتفاق میفته پس سعی کن بیشتر سل بگیری، در صورتی که باید به لول های پشت قیمت دقت بکنی ببینی چه اتفاقی داره میفته و بر اساس اون تصمیم بگیری که حالا وارد معاملات سل بیشتر بشی یا معاملات بای. حالا نمیگم تو این حالت شما 100% میتونی درست تشخیص بدی یا نه، اونجا ممکنه استاپ بخوری، اما حداقل در جهت روند استاپ بخوری، نه در خلاف جهت روند، چون اونجوری شانس موفقیتت خیلی بیشتره وقتی توی روند
هستی نسبت به حالتی که توی خلاف روند هستی، احتمال اینکه استاپ های پی در پی بخوری خیلی بالاتر میره و اینکه شما از تایم بالا و اون بیگ چارت حواست به ماجرا باشه به شدت اهمیت داره. خب حالا شما تایم بالا رو بررسی کردی و بر اساس تایم بالا یک جهتی رو تشخیص دادی که آقا جهت قرار بای باشه یا جهت قرار سل باشه. بعد از اینکه این تشخیص رو انجام دادی، حالا شما یک لیست داری از ستاپ هایی که طبقش داری ترید میکنی. این لیستی که شما داری اولا تعدادش خیلی نباید زیاد باشه و اون ستاپ ها رو باید روشون به اون تسلطه برسی اصطلاحاً. یعنی مثلا یکی دو تا ستاپ رو انتخاب کن، روشون خوب بک تست بگیر، روشون به اون تسلط کامل برس و بعد بر اساس اون تسلطی که پیدا کردی حالا شروع کن توی چارت دنبال اون ستاپ ها بگرد بر اساس تمام اون فیلترها و شرایطی که میشناسی. خب ستاپ هایی که ما بیشتر و غالبا داریم طبقش ترید میکنیم چیه؟ یکی ستاپ PHL، ستاپ QM، ستاپ همون نقض اینر هستش که توی کانال گذاشتیم، بحث شکست تریدینگ رنج ها هستش که بر اساس اینکه با کدوم این ستاپ ها شما بیشتر ارتباط برقرار میکنی میتونی انتخاب کنی، روش بک تست بگیری تا به تسلط برسی. حالا این تسلطی که دارم میگم یعنی تمام پارامترهای اون ستاپ رو بفهمی، متوجه باشی و به اون درک کامل از اون ستاپ رسیده باشی. این که من صرفاً یه چیزی رو همینجوری هول هولکی ویدیو رو ببینم یا یه چیزی رو بخونم بعد بخوام برم رو چارت اجراش بکنم خیلی بچه‌ها دردسر ایجاد میکنه. یعنی میگن شما آقا به جای اینکه 100 تا کتاب بخونی یه کتابو 100 بار بخون، این باعث میشه که آقا به یه درک درستی از اون کتاب برسی. این ستاپ هم همینه، یعنی همین ستاپ QMی که مثلا آقای حاتمی خیلی روش تاکید میکنه و خودش کلا داره بر اساس این ترید میکنه، تمام پارامترهاشو میشناسه، تمام آیتمای ستاپ رو میشناسه، تمام اتفاقاتی که اون فیلترهایی که نیاز داره رو میشناسه و بر اساس در نظر گرفتن تمام اون فیلترها میاد QM رو ترید میکنه. باقی ستاپ هم همینه، یعنی شما باید اون فیلترهای معاملاتی رو بشناسی و بدونی کجا باید از این ستاپ استفاده بکنی. خب من بر اساس سه تا ستاپ به عنوان مثال ترید میکنم. چیزایی که خودم استفاده میکنم چی هست؟ این بحث اینر رو من زیاد استفاده میکنم، PHL رو زیاد استفاده میکنم و یکی از ستاپ های مورد علاقه من که خیلی دوستش دارم بحث ساختار کنکن هستش یا اون ساختار اینگولف پی ای سیکرت فیکود که زمانی که روند رو تشخیص میدم تو خلاف جهتش دنبال این ساختار کنکن میگردم. این ستاپیه که من باشون کار میکنم بچه، خارج از اینا اصلا بیشتر اوقات نمیرم، یعنی کاری به بقیه مارکت ندارم. اگر از این ستاپی که باشون کار میکنم چیزی رو تونستم تو اون روز توی مارکت تشخیص بدم که پس من ترید اون روز دارم. اگر نتونم تشخیص بدم تریدی در اون روز ندارم. خوب دقت کنیم بچه‌ها، اگر نتونستین در بیارین اون ستاپ رو یا چیزی برای ورود پیدا نکردین، آقا اون روز واقعا ورود نکن، ترید نکن، اصرار نکن به این اتفاق، چون اصرار تو فقط باعث میشه که ببخشید بچه‌ها یه لحظه یه پیغام اینجا اومد من متوجه نشدم. اگر تو اون روز ستاپی پیدا نکردی برای ورود کردن واقعا ترید نکن، چون اگه اصرار بکنی که بخوای یه چیزی رو بخورونی به چارت که خب اینجا داره این اتفاق میفته دیگه، الان پس بذار من روش ورود انجام بدم، فقط باعث میشه یه استاپ الکی بخوری. چون ما یه وقتایی میخوایم اون دیدگاه ذهنی خودمون رو به چارت بخورونیم، یعنی یه جوری به خودمون تلقین کنیم که آره این اتفاقی که من دارم میگم اینجا داره میفته، در صورتی که اون اتفاق نیفتاده، اون اینره اینگولف نشده، اون ساختار PHL اتفاق نیفتاده، چرا اینجا داری اصرار میکنی که ترید بکنی؟ پس تعداد ستاپ ها محدود، تعداد نمادهای معاملاتی محدود و روی اون ستاپ باید به تسلط برسی و بعدش اگر تو اون روز روی چارت اون ستاپ رو دیدی اجازه داری ترید بکنی، اگر ندیدی اون روز اجازه ترید کردن نداری. و الان دارم بهت میگم اگر ندیدی و ترید کردی قطعا بدون که قراره اون روز استاپ بخوری و ضرر بکنی، یا اگرم شانسی تو اون روز سودی رو کردی مطمئن باش روزهای بعد اون سود رو از دست میدی. این مهمترین مسئله‌ایه که باید بهش دقت بکنید. ترید نکردن خودش یه وقتایی واقعا بزرگترین هنریه که یه تریدر میتونه داشته باشه، اینکه آقا یه روزی ترید نکنی، روزهایی رو ترید نکنی و این خیلی نکته و پارامتر مهمی هستش. خب یه موضوعی که توی ستاپ ها خیلی اهمیت داره بچه‌ها و
خودم شدیداً این موضوع برام مهمه و بهش دقت میکنم که اتفاقا یکی از بچه‌ها پیام داده بود که راجع به بحث پیدا کردن اینر و اینکه من بفهمم حالا طبق اون ستاپ نقض اینر حالا این اینر اینگولف شده یا نشده. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره و بارها راجع بهش من صحبت کردم، بحث اپروچ قیمت یا نوع حرکت قیمته. نوع حرکت خوب دقت کنیم بچه‌ها چی دارم میگم. زمانی که من یه کینکی رو توی مارکت پیدا میکنم، یه ساختار دارم لو های لور لو هایر های، قیمت اومده پایین. خب من به عنوان مثال میخوام طبق ستاپ نقض اینر اینجا یه اینری رو حدودی در آوردم، حالا بر اساس اینکه اون کینگ سخت بوده پیدا کردن اینرش یا راحت بوده، حالا من یه لولی رو اینجا پیدا کردم. بر اساس این لول میخوام زمانی که این لول قیمت نقضش کرد تصمیم بگیرم که وارد معامله بای بشم تو این لول. اینجا میخوام وارد معامله بای بشم. تارگتاش هم که دیگه تو ویدیوی خود اون ستاپ کامل مفصل توضیح دادیم. دو تا تصویر چارت برای من رفت. بچه ها تصویر دارین شما؟ تصویر اوکیه؟ خب بکنم اینترنت شما یه مشکلی داره، میخوان یه بار خارج چین دوباره بیاین داخل. خب من اینجا یه اینر رو تشخیص دادم و قیمت میاد میرسه اینجا. به عنوان مثال یه همچین چیزی رو من اینجا میبینم، یعنی از اون باکسی که من مشخص کردم قیمت میبینم خارج نشده. یکم دو به شکم نسبت به اینکه آقا این اصلا درسته، این گلف اتفاق افتاده یا نیفتاده. ببینید بچه‌ها زمانی که قیمت جایی رو این گلف میکنه، حرکت قیمت از این گلف به سمت فیکوت خیلی حرکت تابلو واضحیه. یعنی حرکتی که از این گلف به سمت فیکوت اتفاق میفته اصولا حرکتیه که با دست و پا زدن و فشردگی و دردسر زیاد اتفاق میفته. یعنی قیمت یه دست نباید بیاد، یه تیکه با یه کندل شارپ نباید سمت ناحیه شما برگرده. اگر دیدی قیمت شارپ داره به سمت ناحیت میاد، اگر لیمیت کاشتی برش دار، چون احتمالاً اشتباه تشخیص دادی. نمیگم 100% مواقع، اما بهتر اینه که تو اون لیمیتت رو برداری، چون احتمالاً اینجا اشکالی وجود داره. وقتی قیمت این گلف میکنه به صورت فراکتالی اصلاح میده. خوب دقت کن. وقتی میگن فراکتالی یعنی چی؟ یعنی به صورت کف و سقف قیمت شروع میکنه به اصلاح دادن. یه لگ شارپ داری و با کف و سقف زدن شروع میکنه اصلاح دادن و قبل از اینکه به اون لول شما برسه، برای اینکه بخواد وارد حرکت بای بشه، اصولاً از روی یک کینکی که پشتش FVG وجود داره برای شما یک سیکرت سیگنال هم میسازه و بعد لول شما رو برمیداره و حرکت میکنه. اگر این ساختار رو ندیدی، جایی رو اشتباه کردی. خیلی دیگه رو اون پوزیشن حساب باز نکن، چون احتمالاً استاپ میخوری یا نهایتا میاد یه همچین کاری باهات میکنه. یعنی اگر شارپ قیمت حرکت کنه سمت پایین، نهایتا اینی که قیمت میاد یه واکنش رو ناحیت میده، یه ذره برمیگرده و استاپت رو میزنه. پس خیلی دقت کن به اپروچ قیمت. یعنی جاهایی که شما میخواین این گلف رو تشخیص بدین، یکی از راحت ترین راهاش برای من خود تشخیص یعنی در نظر گرفتن اپروچ قیمت. اگر این اپروچ رو در نظر بگیرین، خیلی مواقع به راحتی میتونین این گلف بودن یا نبودن رو تشخیص بدین. خیلی از مواقع این گلف هایی که من برای خودم در نظر میگیرم، خیلی موقع اون لول رو اصلا شاید نتونستم درست تشخیص بدم، میام بر اساس نوع حرکت بعدش به صورت شهودی برای خودم در نظر میگیرم که حالا اینجا این گلفی اتفاق افتاده یا این گلفی اتفاق نیفتاده. پس برای تشخیص این گلف از این موضوع اپروچ و نوع حرکت قیمت خیلی میتونین استفاده بکنین و خیلی میتونه کمکتون بکنه. و یه موضوعی هم که هست، بحث این گلف ریتریس هایی که روی اون ناحیه اتفاق میفته. این بچه‌ها روی جای درست ها شما اصولا این گلف ریتریس میبینید. یعنی قبل از اینکه قیمت بخواد این ناحیه رو برداره، من اینجا براتون مثالش رو بزنم. یعنی اگر این اینر من بوده باشه، قیمت قبل از اینکه این کف رو بزنه، شما روی این اینر یک همچین اتفاقی رو میبینید تو تایم پایینتر. یه نفوذ کوچولوش اتفاق میفته، یه برگشت و بعد این کف زده میشه. این گلف ریتریس اینجا رو خیلی بهش دقت بکنید. یعنی اون لولی که به دست میارید اصولا روش یک همچین این گلف ریتریس هایی رو شما میتونید ببینید. حالا به عنوان مثال اگر اینجا رو طلای نمونهش رو بخوام بهتون نشون بدم، مثلا اینجا رو ببینید بچه‌ها. من اینجا دارم یه ساختار تامین نقدینگی میبینم که اینو ما هم چند روز پیش با خدای حاتمی تریدش کردیم. اینجا حاصل شکست این سطح یه ساختار تامین نقدینگی برای من تشکیل شده، یک هولد نصف نیمه ای هم داشته و شکست رو پایین اتفاق افتاده. حالا من میخوام اینجا بر اساس آیتم هایی که دارم اون جای درسته رو تشخیص بدم، ببینم اون اصطلاحاً جای درستی که من در نظر دارم کجا قرار میگیره. خب اولا اینکه زمانی که قیمت میاد و اینجا رو برای من میشکنه، خوب دقت کنید،
من اینجا فعلا چیزی که دارم میبینم این لستریک اینجاست. خب آیا این لستریک رو میتونم بهش اعتماد بکنم؟ تو دیدگاه اول بله. چرا؟ چون قیمت اومده اینجا ازش خارج شده، برگشته رفته بالا، یه هانت اکسترنال زده اما موفق به ثبت سقف جدید نشده. پس اینجا اینگولفی اتفاق افتاده، اینجا فیک اوت کرده و قیمت اومده کف رو زده. این یه پارامتر اول. اما بعد یه تایم پایینتر هم چک بکنم بابت اطمینان. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینجا این واکنش رو هم دارم میبینم و یک کینک دیگه اینجا بچه‌ها دقت بکنید، یک کینک دیگه قبل از شکست سطح اینجا برای من وجود داره و دقیقاً اینجا همون جاییه که یه تله برای شما کاشته میشه. یعنی برای کیا کاشته میشه؟ برای کسایی که خیلی دنبال صفر پیپ گرفتن ماجران، یعنی کسایی که میان رو لبه خود این ورود میذارن، استاپ پشت این میذارن، یه همچین بلایی اینجا قیمت سرشون میاره. اینجوری استاپشون رو میزنه و بعد قیمت حرکت میکنه. چرا این اتفاق میفته؟ چون جای درست روی تایم فریم خیلی پایینتر اینجا اتفاق افتاده بوده. یعنی یه کینک اینجا ما هنوز قبل از شکست اینجا داشتیم که تو اون تایم فریم قابل مشاهده نبوده. به خاطر همینه که میگم زمانی که پی اچ ار رو میخواین ترید بکنی، وقتی شما داری لیمیتت رو مثلا روی ناحیه قرار میدی، استاپ تو یه چمپی پشت خود فلگ لیمیت بذار، به خاطر اینکه این بلاها سرت نیاد. درسته شاید یه ذره آر تغییر بکنه اما حداقل هانت نمیشی و بعد قیمت در جهتی که میخوای حرکت بکنه. پس این بحث اینگولف ریتریس رو بچه‌ها اینجا ببینید روی ناحیه ها، یعنی روی ناحیه جای درستی که شما اصطلاحاً مشخص می‌کنید، حالا چه این لاستیک چه این یکی، شما دارین روش اینگولف ریتریس می‌بینید. یعنی قیمت خارج میشه ازش، هانت اکسترنال میده و بعد میریزه مجددا اینجا. حالا اینجا رو آرس پایین این اتفاق افتاده روی یکی، ولی اینگولف ریتریس روی اون ناحیه جای درستتون کاملا مشخص و واضح هستش. و قبل از اینم که قیمت جای درست شما رو برداره، شما قبل از اون سیکرت سیگنال رو می‌بینید و از همه مهمتر این پایین، من زمانی که میخوام این پی اچ ار رو ترید بکنم قطعا از سمت مخالف باید یه چیزی رو قیمت برای من اینگولف بکنه که حالا 100% جای درست این کینک رو اینگولف کرده بوده دیگه وقتی تا این محدوده پایین اومده. اما به نوع برگشت قیمت بچه‌ها دقت کنیم به سمت بالا، هم داره با فشردگی حرکت میکنه و هم من دارم سیکرت سیگنال واضحی رو اینجا میبینم. یعنی از یک محدوده افتیار، حالا افتیاری که دارم میگم یعنی قبل از جای درست هر چیزی که اتفاق بیفته ما اسمشو پی ای میذاریم دیگه. یه اینگولفی اتفاق افتاده، اینجا پی ای داده شده و اومده سیکرت داده. تعریف سیکرت هم که میدونیم دیگه، قیمت یک حرکتی رو انجام میده، یک خط روندی رو برای ما هانت میکنه و بلا فاصله با سرعت برمیگرده و سقف اون ناحیه رو هم برای ما میزنه. به این صورت یه سیکرت واضح هم دارم اینجا میبینم قبل از رسیدن قیمت به جای درست و این خیال من راحت میکنه که من بتونم اینجا وارد معامله سل بشم. خب اینجا من نتونستم وارد معامله سل بشم، دوباره میدونم که قیمت میاد یه فلگ پشت سیکرتی در کاره. فلگ پشت سیکرت رو قیمت اینجا اینگولف کرده چون به جای درست خورده. حالا فلگ پشت سیکرت ما اینجا میشه اینر این کینگ دیگه. اینر این کینگ اینجا اینگولف میشه توسط این حرکت. بعد از اینگولف شدن اینجا حالا دوباره به نوع حرکت قیمت بچه‌ها دقت بکنید. بعد از اینگولفی که اینجا اتفاق میفته قیمت شروع میکنه به صورت فراکتالی با کف و سقف زدن به سمت بالا حرکت میکنه. آیا سیکرتی در این مسیر برای من ساخته شده؟ بله، سیکرت همینجا داده شد. اینجا رو ببینید با زدن زیر این لو و حرکت به سمت بالا اینجا سیکرت داده شد. اینجا فلگ پشت سیکرت کار کرد، قیمت رو فرستاد بالا تا زمانی که پشت این افتیار زده بشه و قیمت به این جای درسته اینجا برخورد بکنه که اینجا LS ما هستش دیگه. حالا توی ویدیوهایی که تو کانال هست کامل اینا رو مفصل توضیح دادم. و حرکت بعدی رو ببینید بچه‌ها، یه حرکت خیلی یه دست و سریع و با مومنتوم به سمت پایین حرکت کرده قیمت. پس از اپروچ قیمت و نوع حرکت قیمت به سمت ناحیه‌تون این موضوع رو خیلی راحت میتونید متوجه بشید. اگر یه جای تشخیص دادید که قیمت مثلا از یک لولی، به عنوان مثال یه لولی رو اینجا تشخیص دادید و اینجا دنبال این هستید که سل کنید قیمت رو، بعد میبینید قیمت خیلی شارپ داره به سمت ناحیه‌تون نزدیک میشه و هیچ سیکرت سیگنالی تو این مسیرش تأییدی براتون ایجاد نکرده، اینجا اصرار به گرفتن سل نکنید بچه‌ها. ممکن اشتباه کرده باشید، گیر ندید که حتما من دارم درست میگم پس اینجا باید قیمت سل بشه، من نمیدونم اینجا فلان چیزو دیدم فلان چیزو دیدم. اگر دیدی شارپ داره میاد و اپروچ مناسب نداره از خیرش بگذر. اگر این کارو بکنید خیلی از استاپ هایی که میخورید کمتر میشه و خیلیاش رو میتونید فیلتر بکنید با همین صرفا نگاه کردن به اپروچ قیمت و اتفاقی که میفته. خب و نکته خیلی مهمتر بچه‌ها، جدا از همه این اتفاقات و همه این چیزهایی که داریم بررسی میکنین،
و نکاتی که توضیح دادم، یکی از مهمترین پارامترهایی که باید بهش دقت بکنید و خیلی توی روند هم مثبت کردن حسابهای شخصیتون، هم پاس کردن چالش‌های پراپ، یعنی من میتونم بگم کلید طلایی حساب‌های پراپ بحث مدیریت سرمایه است. این بحث مدیریت سرمایه یه سری حالا پلن‌های خاص مدیریت سرمایه رو بعضن توی یوتیوب و اینور اونور راجبش صحبت میشه. یکی دو مدلش هم مثلا خود آقای همتی اومده بود توضیح داده بود توی یکی از ویدیوها که خیلی از این پلن‌های مدیریت سرمایه که داره راجبش صحبت میشه اینا صرفا رو کاغذه، یعنی شما تو واقعیت و توی لایو بازار خیلی از این پلن‌های مدیریت سرمایه قابل اجرا نیست، به خاطر اینکه مثلا یه پلن رو خود آقای همتی معرفی کرده بود که مثلا گفت که سرمایه رو ما به 10 بخش تقسیم می‌کنیم، مثلا $1000 رو می‌کنیم 10 تا $100. بعد اینجوری بود که هر پوزیشنی که به TP می‌رسید مجموع اون سود رو با ریسک قبلیمون جمع می‌کردیم و توی پوزیشن بعدی ریسک می‌کردیم که شما حتی اگر 9 بارم استاپ می‌خوردی و 3 تا TP پشتش می‌گرفتی بازم 60% تو سود بودی. اما موضوعی که تو لایو مارکت من با خوردن 9 تا استاپ پشت سر هم دیگه اصلا توان ندارم که بخوام ترید بکنم که بخوام قاعده مدیریت سرمایه رو رعایت کنم، اصلا به 9 تا نمیرسه، سر 5 6 تا تموم میکنم حسابو، یعنی اینقدر دیگه تحت فشار قرار میگیرم که قطعا نمیتونم ماجرا رو ادامه بدم. مدیریت سرمایه توی حسابای پراپ مخصوصا، اینم حالا یه تقلب برسونم. ببینید بچه‌ها، شما وقتی میخواین حساب پراپ رو پاس بکنین، نه اونقدر باید ریسکتون کم باشه که این پروسه 3 سال وقت بگیره و خیلی استهلاکی بشه، نه اونقدر باید بالا ریسک بکنین که مثلا با 1-2 تا معامله حسابتون رو از دست برید. یه چیز حد وسط و باید رو اون ریتم باقی بمونی. خوب دقت کن، یه استیتمنتی رو چند روز پیش یکی از بچه‌ها برای من فرستاد. این استیتمنت کاش حالا فایلش رو داشتم باز می‌کردم بتونید ببینید. این استیتمنت بک تست همون سیستم حالا ستاپ نقض اینر بود که جالب بود که توی بازه حالا تقریبا 10-12 روزه اون حساب حدود 10% هم رفته بود توی سود. اما یه چیزی توی این استیتمنت خیلی نظر منو جلب کرد و تو ذوق میزد اصطلاحاً. حالا برید هیستوری معاملات خودتون هم نگاه بکنید. شما هیستوری معاملاتتو باز می‌کنی، همه جور عددی تو این هیستوری دیده میشه، از $1 منفی، $1 مثبت، $500 مثبت، $50 منفی، $1000 منفی، نمیدونم $200 مثبت. اصلا یه بلبشو به هم ریختگی عجیب و غریبی تو استیتمنت ها دیده میشه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا هیچ مدیریت سرمایه‌ای روی این حساب وجود نداره، هیچ نظمی اصلا روی این حساب وجود نداره. یعنی عشقی هر جا که رسیدم، هر حالا اندازه‌ای که خواستم ریسک کردم. صرفا مثلا اومدم یه استاپ خوردم $200، یه $200 استاپ خوردم، به خاطر اینکه اونو جبرانش بکنم اومدم بعدی رو رفتم تو تایم 1 دقیقه یه کندل کوچولویی رو گرفتم، 3 برابر اون ریسک کردم و مثلا استاپش رو یه کوچولو قرار دادم، بعدش اومده استاپم خورده. یعنی دوچار یه حس انتقام شدم. قشنگ اعداد و ارقام توی یه هیستوری میشه متوجه شد که اون طرفی که داره ترید میکنه تو اون لحظه تو چه حال و هوایی بوده و داشته چیکار میکرده. از زمان معاملات پشت سر همش میشه اینو متوجه شد. استیتمنت درست بچا استیتمنتیه که اون اعداد و ارقامی که داره به دست میاد با هم دیگه همخونی داشته باشه. یعنی استاپایی که من دارم میخورم، من یه عکس از هیستوری معاملاتی که روی نزدک بود فرستادم یه بار تو گروه، اگه دقت کرده باشین استاپا این شکلی بود: 250 248 250 248. یعنی استاپا یک عدد بود، استاپا خیلی با هم دیگه فرقی نداشت. تی پی هم روی قاعده ریاضی داشت اصطلاحاً پیگیری میشد. $250 یا مثبته یا $500 مثبته یا مثلا $478 مثبته. اینا دیگه قاعده‌ای داره عدد اصطلاحاً حرکت میکنه. حالا اون وسط 1-2 تا هم ریسک فری خوردی اشکال نداره، ولی این که دیگه این عددا خیلی با هم دیگه متفاوت باشه بچه‌ها این فاجعه به بار میاره. یعنی شما باید ریسکت به یک میزان ثابتی در معاملاتت باشه، نمیگم لاتت ثابت باشه، اون ریسک عددی، اون ریسک دلاری که داری میکنی. به خاطر چی این قاعده باید یکسان باشه؟ به خاطر اینکه شما اگر مثلا 3 تا پوزیشن رو استاپ میخوری، خوب دقت کن، 3 تا پوزیشن استاپ میخوری، 3 تا $100 استاپ خوردی، شده $300، داری با قاعده $100 ریسک جلو میری. اگر دچار ترس بشی و پوزیشن بعدی رو بیای $25 ریسک بکنی، حتی اگر اون تیپی 6 هم به تو بده بازم مجموع اون ضررهای قبلیت نشده و بالعکسش. یعنی خیلی حواستون به این نکته باشه. یکی از دلایلی که خیلی از حسابای پراپ از بین میره و اون طرف نمیتونه حساب رو پاس بکنه، بحث ترید و تکنیکالش نیست، موضوع مدیریت سرمایه‌ای که نتونسته کنترل بکنه.
موضوع اعداد و ارقامیه که نمیتونه درستشون بکنه. ترید قاعده ریاضیه، اگر ریاضیات رو توش درست لحاظ بکنی آخرشون داستان جواب میده. به قول آقای پورصمدی ویدیو داشت خیلی جالب بود، میگفت شما اگه مدیریت سرمایه رو رعایت بکنی باید هنرمند باشی که ضرر کنی، یعنی باید هنرمند باشی که بازار بتونه بهت لطمه بزنه اگر مدیریت سرمایه رعایت بشه. و یه نکته‌ای که باید تو تریداتون حتما این آیتم رو داشته باشید. پس بچه‌ها تو مدیریت سرمایه ریسکتون باید مشخص باشه، یعنی همون اول باید ببندی وقتی داری شروع می‌کنی رو حسابت کار کردن. حالا من خودم قاعده‌ام اینجوریه که رو حسابای شخصی خودم یا حسابای مربوط به خودم رو هر پوزیشن 0.5% و گاهن 1% ریسک می‌کنم. ریسک نسبتاً بالاییه، اما خب اوکی هم باش، خودم میتونم از پس خودم بر بیام. یعنی ببین از نظر روانی 1% یعنی چی؟ یعنی من یه حساب 50k دارم، وقتی 1% استاپ میخورم این در هر پوزیشن دارم $500 استاپ میخورم. اگر توی روز 3 تا استاپ خوردم یعنی $1500 استاپ خوردم توی روز. آیا از نظر ذهنی ذهن شما کشش $1500 استاپ توی روز رو دارد یا ندارد؟ اگر داری میتونی این ریسکو بکنی، اگر نداری باید ریسک تو بیاری پایین‌تر. یعنی همه چیز دیگه بحث شخصیه، باید ببینی خودت ذهنت تا چه عددی رو میتونه ساپورت کنه و کشش داره. من خودم الان مثلا شاید نتونم از پس حساب $1,000,000 بر بیام، عددش برای ذهن من بزرگه، یه مقدار ممکنه اذیتم بکنه و مثلا اون عدد استاپش اگه بخوام 1% ریسک بکنم یه دفعه مثلا روی معامله عدد بزرگی رو استاپ بخورم، شاید ذهن من نتونه هندلش بکنه و احساساتم بهم غلبه بکنه. هر عددی که تصمیم میگیری، مثلا 25 حسابت رو میخوای ریسک بکنی، اون دیگه باید رو همون قاعده بری جلو. روی پوزیشن نه یا 1% ریسک بکنی روی پوزیشن 25 روی پوزیشن 0.5%. اینجوری تو میافتی توی دور باطل، یعنی هی داری ترید میکنی، هی استاپ میخوری، هی سود میکنی، استاپ میخوری، سود میکنی، تهش نگاه میکنی میبینی حساب منفیه، به خاطر اینکه اون قاعده ریاضی رو توی معاملاتت رعایت نمیکنی توی سود و ضررهات. و موضوع بعدی که خیلی اهمیت داره بحث اینه که آقا شما باید حد سود و حد ضرر روزانه داشته باشی. حد سود و ضرر روزانه یعنی چی؟ یعنی من در طول روز به خودم اجازه میدم تا یه حد مشخصی ضرر بکنم، به خودم اجازه میدم تا یه حد مشخصی هم سود بکنم. اینا جفتش خطرناکه بچه‌ها. هم سود، اصلا سود از ضرر هم خطرناکتر اعلام هست. وقتی شما تو دور سود اصطلاحاً به دست آوردن میافتی، وقتی توی روز شروع میکنی سود کردن، خیلی موجود خطرناکتری میشی نسبت به زمانی که داری ضرر میکنی، چون اون سوده باعث میشه که هی بخوای اینو بیشترش بکنی، هی موقعیت‌های بعدی رو بخوای ورود بکنی، هیجانی میشی که خب پس برم همین امروز حسابه رو پاسش بکنم. حد سود و ضرر روزانه یعنی باید برای خودت یه فیلتر، یه محدودیتی قرار بدی. فیلتر خودم این شکلیه که آقا در طول روز اگر 3 تا استاپ خوردم یعنی 3 تا 0.5% یا 3 تا 1% ضرر کردم، اگر 1% ریسک بکنم 2 تا، ولی اگر 0.5% ریسک بکنم 3 تا به خودم جای استاپ خوردن میدم. اگر 3 تا استاپ خوردم تموم ماجرا اون روز برای من، دیگه اون روز اجازه ترید کردن ندارم. برای سودش هم به این صورته که اگر روی حالت 1%، اگر 3% تو یک روز تونستم سود به دست بیارم، یعنی 3 تا تیپی تونستم بگیرم، دیگه تریدی انجام نمیدم. روی حالت 0.5% هم که دارم ریسک میکنم، اگر به اصطلاحاً 2% سود رسیدم، دیگه اون روز تریدی رو انجام نمیدم رو این حالتی که دارم ترید میکنم. حالا اگر هم مثلا توی روز به 1% سود رسیدم و دیگه موقعیت معاملاتی ندیدم، خب اون روز من دیگه برام تموم شده است. اما تو محدودیتی که براش میذارم مخصوصا توی ضرر کردن، 3 تا نهایتا در طول روز من اجازه دارم استاپ بخورم. اگر بیشتر از این شد دیگه اون روز تریدی انجام نمیدم. ببینید بچه‌ها، این مدیریت سرمایه یعنی حد سود و ضرر روزانه اگر رعایت بشه و اگه این فیلتر رو برای خودتون بذارید و بهش پایبند بمونید. اون موضوعی که گفتم 2 هفته افتادم تو لوپ ضرر کردم و 2 هفته خیلی بدی رو داشتم پشت سر میذاشتم، با ریسک 1% بود بچه‌ها، 1% و 0.5% بوده. یعنی اگر من اوورترید میشدم تو اون 2 هفته قطعا حسابو از دست میدادم، قطعا از دست میرفت، تو ضرر رفت ولی حسابو از دست ندادم. اون بازه های زمانی که هر تریدری تو رکود میره. ببین هیچ کس نمیتونه بیاد بگه من تو تریدم همیشه تو سودم. شما هفته هایی رو یا زمان هایی رو داری که تو ضرر میری، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. یه بازی رکود همه دارن. تو این بازی رکود اگر شما این قاعده رو رعایت بکنی میتونی حسابتو حفظ بکنی، میتونی حسابتو نگه داری. ولی اگر این قاعده رو نداشته باشی، این چارچوب رو نداشته باشی، حساب از دست میره خیلی راحت. تو سود همه اوکی هن، همه بگو بخندن و گل و بلبلن و حالشون خوبه،
اما توی ضرره که شما باید نشون بدی چند مرد حلاجی، یعنی زمانی که ضرر میکنی باید نشون بدی که چقدر روی خودت کنترل داری. خب من 50 بار تا حالا این موضوع رو گفتم، امیدوارم که دیگه این سری واقعا رعایت بشه، چون تو هیستوریایی که دستم میرسه هیچ کدوم اینا تقریبا تا الان رعایت نشده متاسفانه و همیناست که بیشتر داره آسیب میزنه. خب بچه‌ها سوالی اگر هست بفرمایید تا اینجای صحبتام. آقا دست در نکنه بابت زحماتی که داری میکشی. پرام جان فقط من یه مشکل دارم، این سکرت رو من هر فکر کردم نتونستم باش ارتباط بگیرم. صدا من میاد؟ بله بله دارم صداتون. این سکرت رو من هر کاری کردم نتونستم باش ارتباط بگیرم، یعنی دوره دیدم ارزم به خدمت شما هر چی که شما بگید من دنبال کردم، ولی با آقای همتی هم صحبت کردم متاسفانه نتونستم. آیا راهی هست؟ یکی این پیدا کردن اینه تو بعضی از مواقع برای من به شخصه خیلی سخت میشه و من شاید یکی از بزرگترین معضلات هم اینه که مثلا نمیتونم به اون جایی که پیدا کردم اعتماد کنم. یعنی مثلا شما میگید آقا اینجا جای درسته، من دقیقا همونجا رو در میارم اما اعتمادی ندارم. الان شما داری به من میگی اونجا جای درسته، منم دقیقا همون رو پیدا میکنم، اما قیمت که میاد سمتش درسته. متاسفانه ترسی که به وجود میاد یا اون استرسی که آقا اشتباهه، شاید درست باشه شاید اشتباه باشه و خیلی از عوامل دیگه اصلا نمیذاره اون کار خودمون انجام. آیا راه حلی برای اینها هست؟ آیا ارزم به خدمت شما برای درک سکرت یا پیدا کردن اینر توی سکرت چیشو بیشتر مشکل داریم؟ اصلا پیدا کردنش رو ببین. الان شما میگه هانت اکسترنال میزنه، من مثلا خیلی چیزا رو دارم میبینم که آقا هانت اکسترنال میزنه میره خیلی بالاتر، بعد اصلا نمیچرخه. خب فهمیدم. من دقیقاً اینو الان دارم میفهمم که آقا اینجا سکرت داده رفته هانت اکسترنال داده سقفم زده، ولی خب این باید بچرخه یا بعد سکرت منتظر قیمت بچرخه ولی قیمت میره 2 کیلومتر بالا. متاسفانه آره دقیقاً دیگه. الان میگم داستان چیه، اینو الان توضیح میدم. و جای درست هم ببینیم، جای درست هیچ موقع شما به تسلط 100% رو جای درست نمیره، هیچ کس نمیرسه. جای درست شما به مرور زمان وین ریتت صرفا تو به دست آوردن جای درست بالا میره. اگه نه گاهن خیلی موقع پیش میاد من خودم تو جای درستی که به دست میارم شک میکنم، یعنی مطمئن نیستم که اون جای درستی که در آوردن، چون وقتی شکل کندلا انقدر به هم ریخته و در هم بر هم میشه که تشخیصش واقعا سخته، قبول دارم اینو، اما با تمرین بیشتر تسلطتون رو موضوع بالاتر میره و در موقع برخورد به جای درست ها این نکته‌ای که گفتم تو طول جلسه رو اینو رعایت کنین کارتون رو راحت‌تر میکنه. یعنی بعد از اینکه اون حالا این گلف فرضی رو شما پیدا میکنین به نوع حرکت قیمت، به اون اپروچ قیمت دقت بکنید تا حدودی میتونه مشکلتون رو حل بکنه. راجع به سکرت هم الان مختصر یه توضیح میدم که این مشکلتون حل بشه. مصطفی جان بگو داداش. من یه سوال کوچولو دیگه هم دارم، این در مورد این گلف هاست. بله. این گلف ببین دقیقاً چی باید این گلف بشه؟ بعضی وقتا من البته سر کلاسای آقای ترابی هم که من شرکت می‌کردم سر صحبت‌هاش بله. میگم یه کندل رنگ مخالف، بعد شما مثلا میری می‌بینی 60 تا کندل رنگ مخالف هست و دقیقاً کدومو باید بگیری، کدوم گره درسته. این الان فقط روی جای درست معنی پیدا میکنه، یعنی فقط جای درست، یعنی ما باید حتما پایین یه این گلفی داشته باشیم که جای درستمون کار کنه. درست میگم؟ احسنت. یعنی تا این گلفی روی جای درست اتفاق نیفتاده محدوده مخالف شما کاری انجام نمیده. ممنونم فراز. قربون شما. مصطفی جان بفرمایید داداش. آقا پرهام سلام، خسته نباشید. اراده. آقا این اپروچ قیمت الان همین لگی که رفته بالا با لگ قبلیش الان به سمت بالا این گلف درسته الان چون گرفتی؟ اینجا رو میگی این گلفه؟ همین لگ نه پایین. این. آره این اپروچش بیشتره به نظرم شارپ تا لگ قبلیش. منظورت اینه که الان پایین این گلف هست یا نه؟ درسته؟ بله دقیقاً. الان با اپروچ تشخیص میدید شما، چون لگ قبلیش بیشتر داره با دست پا میاد پایین. اینجا. بله.
آها یعنی میگه اینجا این گلفه، اینجا فیکوت اتفاق و افتاده. همون میخوام شما که با اپروچ تشخیص بدید. بله. نه خب ببین داریم راجع به دو تا فراکتال متفاوت صحبت میکنیم. بله من قبول دارم اینجا این گلفه، اینجا فیکوت شده، اینم سیکرت بوده کلا. خب این سیکرته. درست. فقط سیکرته تو مقیاس پایینتر برای من اینجا پی اچ ال بوده. خب تو یه تایم فریم پایینتر من اینجا اینو تحت عنوان پی اچ ال ترید کردم، اما قبلش میدونستم که بر اساس جایی که قیمت بهش خورده و این اکسترنالی که داره اینجا اتفاق میفته در اصل سیکرت ساخته میشه. خب اینجا این گلف خود بالا، اینجا پی ایه، اینجا سیکرت، اینجا فیکوت کرد دیگه داره میره که سقف رد کنه. خب یعنی لیگ قبلیه یعنی این گلف تره، یعنی همین لیگ که سیکرت خورده داره میاد پایین. بله این گلفه، این گلفه، اما چون تارگت زده شدن زیر این پی ای هستش اینجا قابلیت سل کردن داشته، ولی تو فراکتال پایینتر خودش همه اون نشونه ها رو تو تایم پایینتر هم اینجا به من داده. میدونی چی میگم؟ فراکتال مثل اون عروسکای چینی تو همه دیگه. خب همه چیز شبیه همه ولی تو تایم فریم های پایینتر داره تکرار میشه. اگه نه حرف درسته. آره اینجا خودش این گلف بوده. درسته. یعنی اینجا این گلف بوده، اینجا سیکرت ساخته شده. مرسی، ممنونم. زنده باشی. آقا راجع به این سیکرت، اینو مشکلی که حالا اینو قبلا هم توضیح دادم اگه ویدیو رو کامل دیده باشین. ببینید بچه‌ها این که ما میگیم سیکرت سیگنال یا سیگنال چرخش، منظور ما این نیست که شما هر جا سیکرت دیدی بلافاصله بعد از سقفش قیمت میچرخه. اصلا چنجی تو این توهم گیر نکنین یه موقع ای بیاین سیکرت ها رو تا سیکرت دیدین پشتش سل کنین. اصلا چنین چیزی نیست. این سیگنال چرخش ممکنه که ببین همه چیز بستگی به این داره که اون جایی که قیمت قرار ازش بچرخه کجاست. خب دقت بکنین مثلا من یک لولی رو دارم اینجا و یک لولی رو دارم اینجا، قیمت میاد اینجا یک اینگولفی رو برای من انجام میده. بعد از اینکه من این گلف رو اینجا دیدم انتظار دارم که روی اون لول بالا قیمت برای من فیکوت کنه. خب این لول بالا رو چجوری به دست میارم؟ احتمالاً اینجا برای من یک فلگ لیمیتی وجود داره که این فلگ لیمیت یه جای درستی داره که جای درستش افتاده اینجا. اینجا هم یه افتیاری برای من وجود داره. ببینید اینجا هم یک افتیاری وجود داره که پشت این افتیار من این جای درسته رو دیدم، اینجا اومد حالا این گلف کرد. چقدرم قشنگ کشیدم. اینجا یه افتیار وجود داره پشت این افتیار و تو این جای درست من میخوام فیکوت ببینم که قیمت بیا تارگت این گلف رو به من بده. حالا تو این مسیری که قیمت از اینجا شروع میکنه به سمت بالا حرکت کردن برای اینکه به اون لول فیکوت برسه، تو این مسیر بچه‌ها قیمت ممکنه 20 تا سیکرت سیگنال بسازه. خب یعنی ممکنه اینجا به شما سیکرت بده. خوب دقت کنید چی دارم میگم. اصلا ما کجا از سیکرت به عنوان ستاپ استفاده میکنیم؟ ما گفتیم زمانی فلگ های پشت سیکرت رو ترید میکنیم که قیمت هنوز به اون جای درست مد نظر ما در سمت مخالف نرسیده باشد. یعنی اگر من اینجا مثلا یک همچین حرکتی ببینم، یه اینجوری ببینم، این برای من سیکرته، اما به این معنی نیست که بعد از زدن این سقف قیمت میخواد سل بشه. اینجا من هنوز به جای درسته نرسیدم. حالا فلگ پشت این سیکرت برای من پتانسیل بای داره تازه. یعنی من میدونم که اینجا قیمت برخورد میکنه به فلگ پشت سیکرت، دوباره حرکتش رو شروع میکنه به سمت بالا. حالا میدونم هر سیکرت یه اجرا داره، یه اینر داره و این حرکت ادامه پیدا میکنه تا زمانی که قیمت به این جای درست من اینجا برسه و دوباره ممکنه اینجا برای من سیکرت بسازه این شکلی. ولی این سیکرت هم دوباره به این معنی نیست که قیمت بعد از زدن این سقف قراره بچرخه. قیمت تا به اینجا نرسه هیچ چرخشی در کار نیست و تا زمانی که به جای درستتون از سمت مخالف نرسیدین اتفاقا فلگای پشت سیکرت رو میتونید در جهت اون حرکت شما بایر بشید یا بالعکسش سلر بشید. ولی زمانی که دیگه قیمت به این جای درست برخورد کرد، حالا اون فلگ پشت سیکرت دیگه برای شما کار نمیکنه. یعنی به عنوان مثال اگه اینجا فلگ پشت سیکرت من اینجا باشه، وقتی قیمت به جای درست میخوره قبلش همش داشته کار میکرده، قیمت رو هولد میکرده، حالا این سری میاد اینو اینگولف میکنه و در برگشت میریزه. یعنی خود این سیکرت سیگنال رو ما به عنوان تایید چجوری ازش استفاده میکنیم؟ خیلی نواحی رو اصلا من تاچ ترید نمیکنم. یعنی میذارم قیمت به اون جای درسته بخوره، وقتی به جای درسته برخورد کرد میذارم بیاد فلگ پشت سیکرت هم اینگولف بکنه، تو برگشت یه جایی رو سل میکنم به تارگت کجا؟ رد شدن این لویی که این گلف اتفاق افتاده. پس این که میبینید بعد از سیکرت ها چرخش اتفاق نمیفته به خاطر اینی که قیمت هنوز به اون جای درست از سمت مخالف نرسیده که بخواد اصطلاحاً چرخشی اتفاق بیفته. حالا مثالش هم بخوام بهتون نشون بدم، یه مثالی که حالا واضح تر باشه رو خود نزدک از تایم بالا بذاریم بهتون نشون بدم داستان رو.
مثلا ببینین اینجا رو، اینجا یه اینگولفی اتفاق افتاده، اینجا یه اینگولف اتفاق افتاده و ما یک جای درستی داشتیم اینجا برای اینکه فیک اوت بخواد اتفاق بیفته. تو این مسیر قیمت یک بار 2 بار به من سیکرت سیگنال داده، اما آیا بعد از زده شدن سقف پشت این سیکرت ها قیمت چرخیده ریخته؟ نه، فلگ پشت سیکرت کار کرده و قیمت رو هولد کرده تا زمانی که قیمت به جای درست من برسه و زمانی که به جای درست رسیده، حالا اینجا اینگولف انجام داده رو فلگ پشت این سیکرت، اینجا فیک اوت کرده و بعد ریزش اتفاق افتاده. پس تا به جای درست ما نرسیم چرخشی در کار نیست. اینو حواستون باشه که تو این تله سیکرت سیگنال های موقع نیفتید. و اتفاقا من عاشق جاهایی ام که قیمت داره سیکرت میده اما هنوز به پشت اون افتیار نرسیده. ببین پیدا کردن اون جای درست هم بچا خیلی کار سختی نیست. یعنی شما اینگولف رو که پیدا میکنید فقط کافیه تو اون مسیر افتیار تابلویی که وجود داره رو پیدا بکنید. این افتیار یا نقدینگی تابلویی که اینجا وجود داره. خب چرا من از اینجا انتظار ندارم قیمت بریزه؟ بحث همون ساختار تامین نقدینگی که صحبت کردیم دیگه. گفتیم آقا مارکت میکر یه تله‌ای رو پهن میکنه، یعنی قیمت اینجوری داره میریزه به سمت پایین، مارکت میکر میخواد قیمت رو برسونه مثلا اینجا به عنوان مثال، میخواد سلش بکنه. برای این حرکت سل نیاز به نقدینگی از جنس بای داره. اینجا میاد اینو میسازه میریزه. با زده شدن این کف کلی ذهنیت سل اینجا ایجاد میکنه. یعنی یکی با شکسته شدن این کف وارد پوزیشن سل میشه، یکی میخواد تو پول بک وارد پوزیشن سل بشه، یکی میخواد تو اوردر بلاک اینجا وارد پوزیشن سل بشه و استاپ همه اینا پشت این ناحیه است. قیمت یه کاری رو با این آدما میکنه، یه واکنشایی هم رو ناحیه‌هاشون اتفاق میفته. یعنی مثلا روی این بلاکایی که اینجا پیدا میکنن قیمت یه واکنشی هم میده که اینا همون سیکرت سیگنالاست، ولی هیچ کدوم تارگت نمیگیرن. یعنی قیمت تارگتشون رو نمیده و دوباره حرکت میکنه سمت بالا، استاپ همه اینا جمع میشه. بعد که پشت این افتیار و رقم‌نگی رو زد توی اون جای درست تازه چرخش اصلی اتفاق میفته که اینجا همون ذهنیت برعکس هم تازه اتفاق میفته. یعنی زمانی که قیمت این سقفو میزنه، حالا این افراد میگن خب یک سطح مقاومتی شکسته شد، اینجا وارد بای میشن، دوباره خیلی از اونها دوباره اینجا میخوان بای کنن روی این اوردر بلاک، یه سری دیگه شون روی این کف میخوان بای کنن و در دو طرف اون نقدینگی رو قیمت تامین میکنه. یعنی فقط کافیه یه افتیار واضحی رو تو این مسیر پیدا بکنید و وایسید تا قیمت بیاد پشت این افتیار. حتی اگر تو این مسیر نمیخوای تریدی انجام بدی، بذار قیمت بیاد پشت افتیار، اینجاها دنبال ورود سل باش. تو این مسیر اگر میخوای ورودی رو بگیری دیگه بدون که از سمت اینگولف داری به فیک اوت میری. پس اینجا هر سیکرتی که اتفاق میفته فلگ پشت سیکرتش رو میتونی بایر باشی. چون الان تو تایم حالا 6 ساعت است اینجا من آوردم، طبیعتا حرکتایی که داره اتفاق میفته حرکتای کوچیکی نیست و قابلیت ترید کردن رو برای ما داره تو جهت بای. اینم راجع به سیکرت ها که حواستون باشه بعد از اینکه سیکرت میبینید قطعا چرخشی در کار نیست، تا به اون جای درست نرسه چرخشی اتفاق نمیفته. ساعت چنده بچه ها؟ 10:06. اگر سوال دیگه ای هست بفرمایید، اگر نه که بریم شام بخوریم. ممنون آقا فرام، مرسی از وقتی گذاشتید. ارادت دارم، خیلی مخلصم. آقا دست شما درد نکنه، من به شخص خیلی مشکل مرسی آقا. دست درد نکنه. عزیز دلی، انشالله که همتون پراپا رو پاس کنین و برداشت سودای خفن ازتون ببینیم.